نوروفیدبک یک تمرینی هست با امواج مغزی که برای بهبود مشکلاتی مثل ضعف در توجه و تمرکز، اختلال خواب، استرس و اضطراب و درمان پس از سانحه یا PTSD تاییدیه‌های مختلفی مثل تاییدیه FDA رو داره. اما مهمه که بدونیم نوروفیدبک هم مثل هر دستگاه درمانی باید تاییدیه‌های مختلفی رو داشته باشه. بهترین تاییدیه‌های سازمان غذا و دارو آمریکا یا FDA هست. دستگاهی که ما تو وسال استفاده می‌کنیم دستگاه برین مستر آمریکایی هستش که هم از لحاظ سخت افزاری و هم از لحاظ نرم افزاری تاییدیه FDA داره و به طوری عمل میکنه که اگر به هر دلیلی امواج مغزی که داره روشون فیدبک اعمال میشه دچار در واقع تغییری بشن، دستگاه به صورت خودکار اون تمرین رو خارج میکنه و صرفاً امواج مغزی رو ثبت میکنه. ولی باز مهمه این رو هم بدونید که پلن نوروفیدبک هم یک قسمت مهمی از درمان نوروفیدبک هست. اینی که چه موجی کجای سر کاهش پیدا کنه یا افزایش پیدا کنه. این پلن بر مبنای داده‌های نقشه مغزی، تست‌های عصب شناختی و مصاحبه بالینی برنامه‌ریزی میشه و معمولا به این صورت هست که بعد از مشخص شدن پلن نوروفیدبک 15 تا 20 جلسه درمان نوروفیدبک انجام میشه. بعد از این تعداد مجددا تست ها و همینطور نقشه مغزی و مصاحبه انجام میشه. اگر درمان موفق بوده باشه این پلن دوباره برای 15 یا 20 جلسه دیگه تکرار میشه و بعد از 30 یا 40 جلسه ما باید یک توقف درمان در نوروفیدبک حداقل برای 3 تا 4 ماه داشته باشیم که توصیه من البته 6 ماه هست. بعد از اون دوباره نقشه مغزی اگر لازم باشه درمان انجام میشه، اگر لازم نباشه میره برای سال آینده که دوباره یک چکاپی اتفاق بیفته.